کار زندگی که به یان نمیرسه و با کم کم مسکو میریم به اینمی ریشی سفید کم کم کار میکنم. شغل من ساختمانچی اونجوره. ساختمانچی همی کتلوان میگیرم تا قلف و کلیچ میکنم میسپارم. در شدم اینجا اومدم اینجا را قپیدم. در آسیا من کافه دا کار میکنم. خیلی اویلی کشم کم به هم دکمین با هم ملیسا پلیسا میپرسه تا اینجا صد با تو بگی دعوت خیلی خیلی خورتا سری میخیزی کار میایی با میره دیکتا با میکنم. اوه اینجا هم کارش خینه صد برای اینجا خوبه. بله بسیار شبکه‌های اینترنت نگاه دارم چه مردم عذاب هستن مثلا مردم موجوده. اصلا کجا میرم کار کنم اصلا نمیتونم آباد از پنجش نازم کار کنم سنونی خشون هم میادم. نه راستی گپ من بسیار وقت در اینجا میگذرونم کم گپ میزنم که بسیار وقت همین شبکه‌های اینترنت هم میبینم. بله هستن بسیار آدمایی که مثلا خیلی توار نزدیک مثلا میبرن به کارن که مثلا غمشون میکنن ما جمع نخواست کجا چه در وطن خودمون تنجی آبادی شده که دیگر جا وطن ما وطن خودمون آباد کنیم نسیم مهمون جواب کنیم ما در نقضت چه مسئله نقضت کجا بهتر مهاجرها بسیارن. مهاجرات در روسیه هستن هم کشلاق در انگلیه هستن خیلی هست بچه های یاش قریب که خیلی از یک 20 تا ممکن باشه. این همی دین ما یک 3-4 نفر دعا داده ماشین قدی رفتن همیجا برادران بود خواهران بود خیلی توار بدن همیجا خیلی دعا کردیم ماشین قدی بره به طرف روسیه رهسی پار شدیم خداوند ساق سلامت بریم بیاییم. شرایطاشون خیلی خوبه خیلی خوبه. خداوند برای مسافران در کجایی که نباشند خدا اونها را عمر دراز صحتمندی بردباری اون مراد و مقصدهایی که دارن سبب زندگانی رفتگان مراد و مقصدهاشون خداوند برآورده خیر گردونه یک خیر و برکتی بی نظیر خدا نصیبشان کنه. خب دعا میکنیم که از جمیع آفت‌ها و بلاهای آخری زمان بلاهای نزول کننده در امان خدا باشند از شر شریران از شر سخنچینان از شر بدگویان. همین مبلغات جمع کرده مثال که پرداخت میکنن